دوستان عزیز، خیلی از مشتری‌ها هستن که موهای خیلی بلندی دارن، دوست دارن که لایت هایی که تو موهاشون کار میشه تیکه های درشت و پهن باشه و جدا جدا. حالا من میخوام امروز یه تکنیک خیلی آسون بهتون یاد بدم که با این بتونید خیلی سریع موهای خیلی بلند رو لایت کنید. ابتدا مو رو با توجه به حجمش تقسیم بندی بکنید. حجم مویی که من دارم متوسط هست، من تقسیم بندی 7 تایی کردم. حالا نکته مهمش بچه‌ها اینجاست. ببینید هر قسمتی که شما جدا کردین رو میاین به 3 قسمت تقسیم میکنید. حالا اون 3 قسمت باید چجوری باشه؟ قسمت بالا به سمت مثلث به سمت پایین خب جدا میشه، یعنی ما 3 تا مثلث داریم توی هر قسمت و هر کدوم رو با کش قیتون ببندید و پوش بدید تا جایی که دوست دارین. حالا مثلا دوست دارین لایت پایین تر باشه، پوش بیشتر، لایت بالاتر باشه، پوش کمتر و این رو فویل بپیچید.